سلام و عرض ادب خدمت سرکار خانم مهندس صفورا اسکندری، مشاور دیجیتال مارکتینگ و مؤسس جامپر که امروز در خدمتتون هستیم. ممنون که دعوت منو پذیرفتیم برای این جلسه. امیدوارم که جلسه خیلی خوبی باشه، دوستان بتونن نهایت استفاده رو ازش ببرن. یه خورده در مورد خودتون توضیح میدین برای بینندگانمون؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. امیدوارم جلسه امروزمون مفید باشه واسه همه. خب من در مورد خودم بگم، از اولش شروع کنیم دیگه. من تو دانشگاه مهندسی پزشکی خوندم و حدود 1 سال 1 سال و نیم تو زمینه رباتیک کار کردم. من مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک بودم، یعنی یکی از زیرشاخه‌های الکترونیک محسوب میشد. حدود 1 سال 1 سال و نیم حالا همزمان با دانشگاه توی کلاس‌های برنامه نویسی و برنامه نویسی میکروکنترلر رو نمیدونم طراحی بردای پی سی بی و اینا فعالیت داشتم، آموزش دیدم. بعد اون 1-2 سالم تو این حوزه کار کردم و بعدش وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ شدم با مثلا SEO و وردپرس و برنامه نویسی های مثلا HTML و PHP شروع کردم و بیشتر سلف استادی شروع کردم، یعنی چرا خودم. دیجیتال مارکتینگ خانم مهندس؟ خب اون موقع به چند تا گزینه فکر میکردم. اول اینکه دنیا داشت میرفت به سمت دیجیتالی شدن، کما اینکه الان دیگه داریم کاملا لمسش میکنیم و همه کسب و کارها دیگه دارن میرن به سمت اینکه یه وبسایتی داشته باشن، یه تبلیغاتی تو حوزه آنلاین داشته باشن. و اون موقع به چیزای دیگه هم فکر میکردم، مثلا اینکه اگه یک موقع خواستم مهاجرت کنم، دیجیتال مارکتینگ جزء حوزه هایی که خب مهاجرت توش راحته، کار پیدا کردن راحته و جزء مشاغلی هست که یه سری از کشورها مورد نیازشون هست و مهاجر قبول میکنن. به خاطر این موضوع هم خب سعی کردم که یعنی واسم این حوزه علاقه ایجاد کرد. ولی خب علاوه بر اون خود کارش هم با کاراکتر شخصیت من همخونی داشت. بخاطر اینکه من خب توی تست MBTI شخصیتم ENTP بود و بیشتر مثلا یه کاری رو دوست داشتم که چالشی باشه، خلاقیت نیاز داشته باشه، کارهای روتین رو خیلی دوست نداشتم و خب دیجیتال مارکتینگ از اون نظرم با شخصیت من همخونی داشت. چه چیزی شما پیشنهاد میکنین برای توسعه در واقع این زمینه شغلی در ایران؟ یه بخشیش واقعیت اینه که به دولت برمیگرده، چون دیجیتال مارکتینگ هم به اینترنت خیلی بستگی داره. همین که ما خب اون معاهده کپی رایت جهانی رو امضا نکردیم و به خاطر همین از خیلی از سرویس ها نمیتونیم استفاده کنیم، از بعضیشون هم حالا به یه روشی دور زدیم و میتونیم استفاده کنیم. یه بخش دیگه هم که من تو کشورمون خیلی جاشو خالی میبینم اینه که ما از نظر آکادمیک هیچ رشته دانشگاهی واسه دیجیتال مارکتینگ نداریم، در صورتی که تو کل دنیا الان توی دانشگاه ها این تدریس میشه خیلی به صورت آکادمیک. گرچه که بعضیا میان، حالا خیلی هستن که دوره هاشو میفروشن، ولی خب چیزی که دانشگاهی نباشه قطعا مثلا سلایق و علایق یه عده واردش میشه. من فکر میکنم اگه میشد که این آموزش های آکادمیکش هم دانشگاه های ایران حالا جز رشته های تحصیلی میذاشتن و اینکه از نظر حالا بستر اینترنت و اینا یه مقدار اون فضای راحت تر میشد به فعالیت، این خیلی عالی میشد. ولی خب میگم بیشتر جنبه‌هاش چون مستقیم به اینترنت برمیگرده، جنبه‌های بهبودش به سیاست‌های کشور بستگی داره. در رابطه با چالش‌های کاری چجوری چالش‌های کاری رو معمولاً هندل می‌کنی؟ ما آیت الکرسی میخونیم. دعا می‌کنی؟ نه اتفاقا بچهای دیجیتال مارکتینگ و آیتی فکر کنم کمترین کسایی باشن که
دست توسل به دعا و اینجور داستانا دارن، آره معمولا می‌بینی خودشون خیلی کار رو AI انجام میدن. بقیه توسل میکنن به می‌بینی بچهای آیتی. AI آیت الکرسی بخونه. آره دیگه، ای دیگه بهترین کارو میتونه انجام بده. حالا جدا ولی از شوخی حالا چجوری کار انجام میدی؟ حالا جدای از شوخی ببین یه سری مسائل شما حالا میتونیم یه راهکارهایی واسش پیدا کنیم. مثل مواقعی که اینترنت قطع میشه یا این زمزمه های اینترنت ملی هست، کاری که ما مثلا واسه وبسایت ها و کلاینت هایی که سمت ما هست انجام میدیم اینه که هاستشون رو ایران میگیریم که تو اون مواقع به مشکل نخورن. خب یه بخشیش هم دیگه دست ما نیست، مثل جنگ و این چیزا ناچارن مجبوریم که باهاش کنار بیایم. یه بخشی از چالش های ما هم چالش های قضایی، واقعیتش قراردادها که تو ایران خیلی نمیشه اینا رو پیگیری کرد، خیلی چیز نداره و حالا ما به یه الگوریتمی رسیدیم که کمتر تو این موضوع به مشکل بخوریم، ولی چالش ها اینجوری هم دیگه مجبوریم خودمون رو وقف بدیم. عرضم به خدمت، حسرت چیزی رو میخوری؟ خیلی چیزا. خب بیشترین حسرت توی زمین کاریم اینه که ما چرا معاهده کپی رایت جهانی رو امضا نکردیم و از خیلی از سرویس ها نمیتونیم استفاده کنیم. مثلا مهمترین سرویسی که من همیشه بهش فکر میکنم سرویس گوگل مای بیزینسه که همون مپ میشه ولی یک اکانت بیزینسی در اختیار افراد قرار میده که باعث میشه که به کسب و کارهای لوکال کمک کنه که بیشتر خودشون رو پروموت کنن و خیلی پلتفرم جامعیه و تقریبا 2-3 ساله که این خیلی ترند شده و گوگل روش کار کرده، ولی خب چون دقیقا لوکال هست و لوکیشن اون بیزینس توی ایران میخوره هیچ جوره نمیشه اینو دور زد. یعنی ما باز با گوگل ادز و چیزای دیگر رو یه جورایی دور میزنیم ولی این یه مورد رو نمیتونیم دور چه بزنیم. حسرت خاصی. خیلی حسرت آره چه حسرت خاصی و خیلی تخصصی به اصطلاح. یه سوالی که برای حالا خیلی مطرح میشه این که چطور میتونن با یک خانوم تو این حوزه کار بکنن. معمولا بیشتر متخصصین این زمینه آقا هستن، خیلی کم پیش میاد ما یه خانوم ببینیم که دیجیتال مارکتر باشه یا آیتی وومن باشه به اصطلاح، چه سخت افزار چه نرم افزار. من متاسفانه حالا تو کشور تو یه سری حوزه ها خانوما زیاد ورود نکردن، دقیقا ولی همین سوالی مثلا کار الان برای کردن. خود من سواله، برای خیلی از دوستانم میتونه سوال باشه که چرا ما باید با خانم مثلا اسکندری کار بکنیم، چرا اصلا ما باید با یه خانم کار بکنیم. حالا نمیدونم دید جنسیتی به این قضیه نداشته باشیم و بیشتر به این نگاه کنیم که خیلی وقتا تو اون جلسه ای که با اون کارفرما یا کلاینت هست آدم تصمیم میگیره فارغ از اینکه اون شخص خانوم یا آقاست باش همکاری کنه یا نکنه و فکر میکنم یه بخشی از این قضیه به مشاوره خوبی که توی اون جلسه داده میشه برمیگرده و یه بخشیش هم خب رزومه اون فرد هست که تعیین میکنه که من با این شخص با این مشخصات کار بکنم یا نکنم. چرا حالا کسی باید با خودت کار بکنه؟ یه مزیت در واقع رقابتی بخوای از خودت بگی. بله من خودم مثلا اینکه حالا با یه مشتری جدیدی که هیچ شناختی نداره و معرفی هم نشده بتونم کار کنم، معمولا مثلا اینکه یه اعتمادی جلب بشه اون بیزینسشون رو بررسی میکنم و اون راهکارهایی که مناسب بیزینسشون هست و اگه وبسایتی داشته باشن تحلیل وبسایتشون توی حالا فایل پی دی اف واسهشون ارسال میکنم که هم دستشون بیاد که تو همکاری با ما شفاف باشه همه چی، چه چیزهایی قراره چه کارهایی قراره واسهشون انجام بشه، از چه نقطه قراره به چه نقطه‌ای تو چه بازه زمانی برسن و حالا چه مواردی پیش نیاز این قضیه هست. اون ویژن و اون چشم اندازی که برای آینده داری چیه؟ آینده دیجیتال مارکتینگ. دقیقا.
آینده دیجیتال مارکتینگ که همونطور که اصلا تو این سالها هممون لمسش کردیم اینه که خیلی داره پررنگ‌تر میشه، کما اینکه تو کشورهای جهان اول این خیلی بیشتر خودش رو نشون میده، چون که اونجا حتی بیزینس های لوکال مثل یه حالا سالن زیبایی، مثل نونوایی، حتی اینا همه واسه خودشون یه تیم، حالا با یه تیم دیجیتال مارکتینگ دارن همکاری میکنن و معمولا همشون توی حوزه تبلیغاتشون دارن فعالیت میکنن و ایران هم داره میره به اون سمت. یعنی ما داریم میبینیم که شاید قبلا فقط کمپانی‌های بزرگ دغدغه‌اش رو داشتن که وبسایت داشته باشیم، فروش داشته باشیم، درگاه پرداخت داشته باشیم، تبلیغات دیجیتال داشته باشیم، ولی الان افرادی که به ما مراجعه میکنن روز به روز این افراد بیشتر داخلشون افرادی رو میبینیم که کسب و کارهای کوچیک‌تر دارن، لوکالن، اینا رو خیلی بیشتر میبینیم و من آینده که پیش بینی میکنم واسش اینه که ما هم اون به اون حجم از حالا نیاز دیجیتال مارکتینگ که در کشورهای جهان اول هست داریم میرسیم. واقعا ما قابل قیاس هستیم با کشور جهان اول تو این حوزه؟ قابل قیاس که یه بحث مهمش همون گوگل مای بیزینس پروفایل بود که گوگل میاد برای بیزینس های کوچیک به نسبت اون بیزینس یه پروفایل ارائه میده. مثلا برای هر بیزینس متفاوته. مثلا برای یه رستوران شما حتی میتونید منوی غذاتون رو توی اون پروفایل ایجاد بکنید، قیمتش رو ایجاد کنید، به درگاه پرداخت وصل کنید و خب این خیلی کمک میکنه به اینکه بیزینس های کوچیک هم بخوان روی بهینه‌سازی اون پروفایل گوگلشون سرمایه گذاری بکنن. در واقع ما هم به اون سمت شرایط ولی کنونی دیجیتال مارکتینگ در ایران این شکلی هست، اینطوری هست، درسته؟ و ما به این سمت داریم بیشتر و بیشتر میریم. یه ما سال دیگه چه شکلی بیشتر میشه؟ یه سال دیگه، 2 سال دیگه، با توجه به اینکه شرایط اینترنت خیلی جالب نیست در کشور ما، این رو چطور پیش بینی می‌کنی؟ ببینید حتی اگه اینترنت هم ملی بشه باز اولا من فکر نمی کنم. ببینید همیشه وقتی از یه دوره گذر کردیم نمیتونیم برگردیم به قبل. مثلا نمیتونیم اینترنت رو کامل دیگه ازش چشم پوشی کنیم، چون ما مثلا یه تفاوتی که مثلا با کره شمالی داریم اینه که اونا از اول اینترنت نداشتن. این خیلی فرق میکنه با اینکه ما کلی زیرساخت بر اساس همین اینترنت چیده باشیم و کلی بیزینس های بزرگ مثل اسنپ، دیجیکالا بر این اساس دارن فعالیت میکنن و یهو بخوام اینو قطع کنم. من اعتقادم به اینه که هیچ وقت این اصلا نشدنیه مگه اینکه حالا بتونن یه موتور جستجوی، یعنی در واقع همون سیستم چین رو پیاده کنن، همه نیازها رو به صورت داخلی حالا چیز کنن دیگه، مرتفع کنن. اگه این کار بکنم بازم فرقی نداره. ما به جای اینکه از ابزارهای جهانی استفاده کنیم از ابزارهای ایرانی استفاده میکنیم، ولی اینکه ما بخوایم برگردیم به قبل و بگیم حالا اینترنت کلا قطع میشه، من فکر نمیکنم. من فکر میکنم حتی بر بستر اینترنت ملی هم باز اون موتور جستجو نیاز به بهینه‌سازی داره، باز شما نیاز به استراتژی تبلیغاتی داره و من فکر نمیکنم که اصلا نیاز جامعه نسبت به دیجیتال مارکتینگ کم بشه، کما اینکه زیاد هم میشه. اگر وزیر ارتباطات می بودی چیکار میکردی؟ اولین کار معاهده کپی رایت جهانی رو امضا میکردم، چون علاوه بر کار ما رو کار خیلی از افراد تاثیر میذاره. اونایی که حالا نرم افزار میسازن، اونایی که گیم میسازن. گیم یکی از صنعت‌های پرسود جهانه. بله. و پلتفرم جهانی هستن که حالا شما میتونید اکانت بفروشید اونجا، اکانت گیمتون رو بفروشید و ما چون کپی رایت جهانی رو امضا نکردیم، خب چرا شرکت‌های هستن که تو ایران فعالیت میکنن ولی قطعا اون پول وارد کشور نمیشه. پس در واقع تصور اشتباهیه که خیلی فکر میکنن ما اگر عضو اون داستان بشیم برامون ضرر داره، در صورتی که شما به عنوان کسی که متخصص این حوزه است میگی که نه، ما اگر بریم تو پیمان، تو معاهده، میتونیم خیلی ارزآوری داشته باشیم برای کشور خودمون. بله قطعا. بعد
از طرفی ما کشوری هستیم که تو حوزه برنامه نویسی و دیجیتال مارکتینگ و کلا حوزه دیجیتال پیشرفت خیلی خوبی داشتیم. حالا یا به خاطر این بوده که محدودیت ها یا هر چیز دیگه تو این حوزه خیلی قوی پیش رفتیم، ولی خب از اون قدرتمون زیاد نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی الان عملا خیلی از اون پتانسیلایی که میتونستیم روش فعالیت کنیم الان نرم افزار چون مثل کالا نیست، هزینه دلیوری نداره، انبارداری نداره، خیلی هزینه نگهداری نداره، هیچی نداره. بخاطر همین سودش خیلی زیاده و ما هم تو کشورمون برنامه نویس ماهر کم نداریم. ما نیروی اکسپرت حالا حتی CTO کم نداریم، ولی خب اون پتانسیل بلا استفاده مونده. به نظر من این چیزیه که منفعتش خیلی خیلی کمتر از ضررشه. یعنی ضرری که داریم توی این حوزه میدیم خیلی بیشتر از اینه که فقط بتونیم چند تا نرم افزار شیری نصب بکنیم. پس در واقع اگر تو یه روزی وزیر ارتباطات بشی اول این کارو میکنی، یعنی میگم من این کار رو انجام بدم، از متخصصا استفاده بکنم، بعد قاعدتا مرحله بعدش میریم سراغ صادرات این خدمت دیگه یا این گونه از خدمات. بله، ما اگه این معاهده رو امضا کنیم خیلی از شرکت‌های داخلی هستن که برنامه‌های نوشته واسه همین ایران فقط داره استفاده میشه. اونا میتونن تو پلتفرم‌های جهانی این برنامه‌ها رو ارائه بدن و از همونجا خب یه مبلغ قابل توجه میکنم. درسته؟ بله، من حدود 1-2 سال با یه شرکت حالا گوگل پارتنر کار کردم و اینکه یکی از دوستای ما هستن که حالا تو حوزه گیم و گیمفیکیشن کار میکنن، تو حوزه پیار اونم همین الان دارم باشون همکاری میکنم. بله، ولی خب میگم هیچ چیز تو ایران ارائه نمیشه چون ما نمیتونیم به اسم یه شرکت ایرانی اینو منتشر کنیم. پولم میخواد جابجا بشه، یه حساب خارجی و نمیدونم فلان و فلان و فلان، این دردسرا رو داریم. از مضراتش بخوای بگی چه ضرری داره ما عضو اون معاهده بین‌المللی بشیم؟ خب ضرر اولش اینه که خب ما نرم افزار فری نداریم دیگه، مجبوریم واسش لایسنس بگیریم. ولی خب معمولا هم اینجوریه که قدرت خرید اون کشورم در نظر میگیرن. یعنی اگه مثلا فتوشاپ لایسنسش $100 تو امریکا $100 مسلما اینو اگه میخوان به هند عرضه کنن $100 نمیفروشن به هند، ممکنه مثلا $10 بفروشن، $5 بفروشن و حتی یه سری لایسنس ها هم دارن مخصوص دانشگاه ها که میتونن فری از این استفاده کنن. یعنی اگه بخوایم فکر کنیم به این قضیه به نظرم ضرر زیادی نداره. ضرر داره، خب ضررش اینه که ممکنه دیگه انقدر ما کشوری هستیم خب به این معروفیم که توی نرم افزار خیلی نیروهای اکسپرت داریم و دلیلش هم این بوده که خب خیلی از افراد چون سن پایین پیسی داشتن و نصب کردن، علاقه داشتن، یه سری چیزا رو پیگیری کردن و فری بوده در واقع. چون فری بوده خب تو این حوزه متخصص شدن. شاید یه مقدار روی این حوزه روی این جنبه تاثیر بذاره، ولی در کل من فکر میکنم که مزایاش بیشتر از معایبش. حرف آخر، نکته‌ای، سخنی برای حالا کسی که دوست داره بیاد توی حوزه دیجیتال مارکتینگ، آیتی، سخت افزار، نرم افزار کار بکنه، به طور کلی به قول دوستان فناوری اطلاعات و حالا زیر شاخه‌هاش، چه پیشنهادی داری، چه سخنی داری، چه حرفی داری؟ من فکر می‌کنم شما تو هر حوزه‌ای که بخوایم وارد شین، علاوه بر اینکه مسائل مالی رو در نظر بگیریم، باید به همه ابعادش توجه کنیم و اولین چیزی که فکر می‌کنم باید بهش توجه بشه اون کاراکتر خود اون فرد، چون یه سری افراد واقعا نمیتونن تو این حوزه فعالیت کنن. مثلا تایپ شخصیتی کسی که برنامه نویسه معمولا درونگراست، معمولا آدمی که خیلی برونگراست و دوست داره با افراد خیلی ارتباط بگیره ممکنه وارد شه، برنامه نویسی هم یاد بگیره، ولی خب اون جذابیت رو واسش نداشته باشه.
دیجیتال مارکتینگ هم همینطوری شخصی رو میخواد که تا حدی درونگرا باشه، حالا نه لزوما خیلی زیاد نسبت به برنامه نویسی، ولی نکته‌ای که وجود داره کار چالشی هست. یعنی یه کاریه که هی الگوریتم‌های گوگل در حال بروز رسانی هستند، هی روش‌های جدید تبلیغات میاد و شما باید قابلیت اینو داشته باشین که هی خودتون رو آپدیت کنید، هی و با این قضیه که خلاقیت به خرج بدید، با این قضیه که ممکنه کار چالشی بشه، مشکلی نداشته باشید. حالا اگر کسی اینجوری نباشه بیاد اذیت میشه، اون شخصیت رو نداشته باشه بعد بیاد ورود کنه به این داستان. معمولا که به نظر من اینطوریه که وقتی که کاراکترت با اون کار همخوانی نداشته باشه، تو یا به زور داری اون کار ادامه میدی و وقتی که به زور ادامه بدی نه اینکه نتونی انجامش بدی، پیشرفت زیادی توش نمیبین، در صورتی که ممکنه همون انرژی رو بذاری توی کار دیگه‌ای که با کاراکترت همخوانی داره به خاطر علاقه به همین که واسه سخت نیست چون تپ شخصیتی اونه، باعث بشه که راحت‌تر و سریع‌تر پیشرفت کنه. حالا اگر شخصیت میخورد اومد شروع کرد، از کجا شروع کنن جوونا؟ از دوره ها شروع کنن، خیلی انتظار نداشته باشن سریع نتایج خیلی فوری بگیرن. کلا نه فقط دیجیتال مارکتینگ، هر کاری که بخوای شروع کنی شما مثلا 3 سال تا 5 سال طول میکشه که تو اون کار خیلی حرفه‌ای بشی و فکر می‌کنم مثلا افرادی که تازه میخوان وارد بازار کار بشن، پذیرفتن این موضوع باعث میشه که از خیلی از تصمیمات اشتباهی که میخوان بگیرن جلوگیری کنن. یعنی به خودشون زمان بدن که 3 سال من تو این حوزه میخوام فعالیت کنم و کنار این فعالیت کاری مطالعه داشته باشم که حالا مثلا به اون مهارتی که میخوام برسم و بعد حالا تصمیم بگیرم بیزینس خودم رو راه اندازی کنم، تصمیم بگیرم که شرکت خودم رو تأسیس کنم و چیزایی دیگه. خیلی هم عالی. ممنون خانم که وقتتون در اختیار ما قرار دادین و انشالله دوستان همونطور که ما از خدمات شما استفاده کردیم استفاده بکنن، بهره مند بشن. ممنون، مجدد تشکر میکنم بابت این وقت و این داستان و دیگه همینم بی برقی و اینترنت و این داستانا تونستیم این ارتباط رو بگیریم. جلسات بعدی هم قطعا خواهد بود، در انتظار در واقع دوستان ببینیم چه اتفاقی پیش میادش. ممنونم، سلامت بشین. اگه نکته نیست دیگه خداحافظی بکنم. نکته نیست، قربان شما، مرسی که ممنونم، قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداحافظ.